شعر پنشیر احمدشاه مسعود. احمدشاه مسعود شعر پنشیر، قهرمان ملی، فرمانده نظامی مجاهدین و سابق وزیر مدافع افغانستان بود. احمدشاه مسعود 2 سپتامبر سال 1953 در دره پنشیر افغانستان در عائله تاجیک به دنیا آمد. پدرش دوست محمد از افسران ارتش افغانستان زمان سلطنت ظاهر شاه بود. احمدشاه سال 1970 پس از ختم لیسه به دانشکده پلی‌تکنیکی کابل داخل شد و همانجا لقب مسعود را گرفت. مسعود کلمه عربی بوده معنایش خوشبخت می باشد. سال 1973 محمد داود خان پس از تبدلات حربی و یا کودتا با یاری حزب دموکراتی افغانستان سلطنت افغانستان را برهم داده جمهوری افغانستان را تشکیل داد و خودش رئیس جمهور شد. زمان رهبری داود خان تأثیر کمونیسم در افغانستان زیاد شد. این روش مخالفت حرکت اسلامی را به میان آورد. در این زمان احمدشاه مسعود دانشجو بود و در دانشگاه به سازمان جوانان مسلمان پیوست شد. سازمان جوانان مسلمان شاخه جمعیت اسلامی بود که راهبری این جمعیت را سیاستمدار و دانشمند تاجیک‌تبار برهان‌الدین ربانی به عهده داشت. سال 1974 احمدشاه مسعود با همراهی سازمان جوانان مسلمان بر ضد رژیم داود خان شورش برداشت ولی موفق نشد. چند از نفرانی که همراه مسعود بودند دستگیر شدند و مسعود باشد زخمی شد ولی توانست دستگیر نشده فرار کند. احمدشاه مسعود پس از این واقعه به پاکستان مهاجر شد. در این وقت برهان‌الدین ربانی هم در پاکستان بود. احمدشاه مسعود در پاکستان تعلیم نظامی گرفت. مسعود در کشورهای خاورمیانه مخصوصا مصر و لبنان هم تعلیم نظامی گرفته و هم در یک چند عملیات‌های نظامی اشتراک کرده است. زمان حاکمیت داود خان حزب کمونیستی در افغانستان توسعه یافته تأثیرش زیاد شد. داود خان حزب کمونیستی را برهم داد ولی گروه‌های نظامی مربوط به حزب داود خان را به قتل رسانیده حاکمیت را به دست گرفتند. مردم از حاکمیت حزب کمونیستی ناراضی بودند و این ناراضگی سرتاسر افغانستان پهن شد. مسعود سال 1979 از مهاجرت برگشت و در پنشیر بر ضد حاکمیت کمونیستی برخاست و پنشیر را زیر اداره خود درآورد. وقتی نیروهای شوروی وارد افغانستان شدند و افغانستان را اشغال کردند، مجاهدین که فرماندهشان احمدشاه مسعود بود بر ضد شوروی مبارزه بردند. مجاهدین توانستند به نیروهای شوروی ضربه زیاد زنند. نیروهای شوروی برای از بین بردن مسعود 9 مراتب عملیات نظامی ترتیب دادند ولی در هیچ یک کدام آنها موفق نشدند. پس از این احمدشاه مسعود لقب شیر پنشیر را گرفت. پس از ناکامی ها سفارت شوروی به احمدشاه مسعود تکلیف کرد که اگر با ما صلح کنی راهبریت مناطق کلان را به تو میسپاریم. جواب احمدشاه مسعود چنین بود: گفت نوشته بکن من یک سرباز، یک مجاهد بسیار ساده ای هستم که در همین کوهستان ها برای سرزمین مبارزه میکنم. تنها چیزی که از شما میخواهم این است که هر چه زودتر سرزمین من را ترک کنید. پس از 10 سال جنگ نیروهای شوروی از مجاهدین شکست خوردند و افغانستان را سال 1989 ترک کردند. شکست شوروی در افغانستان یکی از سبب‌های پاش خوردن اتحاد شوروی شد. مسعود عاشق شعر، عاشق فرهنگ و عاشق تصوف بود. شخصی بسیار خوش سخن و انسان دوست بود. شخصی بود که می جنگید بدون نفرت، می جنگید ولی جنگ را دوست نمی داشت. مسعود برای دین و خلقش مبارزه می بود. تنها چیزی که او می‌خواست آبادی و آزادی وطنش بود. پس از جنگ شوروی مسعود با تاجیکستان مستقل مناسبت خوبی داشت. مسعود و برهان‌الدین ربانی با مهاجران تاجیک در زمان جنگ شهروندی کمک زیادی کردند. مسعود و ربانی کمک زیاد به تاجیکستان کردند تا در تاجیکستان صلح شود و صلح هم شد. وقتی مسعود با طالبان می‌جنگید عائله او در تاجیکستان زندگی می‌کرد. پسر مسعود احمد مسعود تا صنف 5 در دوشنبه تحصیل کرده است. 9 سپتامبر سال 2001 دو تروریست خود را روزنامه‌نگار معرفی کرده خواستند با مسعود مصاحبه کنند. هنگام مصاحبه این دو نفر مواد ترکنده‌ای که در داخل کامera نصب کرده شده بود انفجار دادند. پس از انفجار احمدشاه مسعود را با چرخبال به تاجیکستان به شفاخانه آوردند ولی مسعود الکی به شهادت رسیده بود. پس از شهادت مسعود رسما موافق سرقانون افغانستان، قهرمان ملی افغانستان و هر سال 9 سپتامبر روز قهرمان ملی اعلان شد.